و حالا فعل دیدن رو میبینیم که در زبان روسی چگونه تصریف می شود. فعل دیدن در زبان روسی می شود چی؟ ویدیت. حالا به هنگام پیوست شدن با جانشین ها میبینیم که این فعل چگونه تغییر میکند. مثلا در زبان خودمون میگیم من میبینم. من که گفتیم حتما گفتیم با پسوند چی فعل استفاده میشود؟ با پسوند ام. من میبینم. در زبان روسی من میشود یا و میبینم ویژو. اینجا اگر توجه کنید زده در هیجای اول افتیده است. یا ویژو نمیگیم، میگوییم که یا ویژو، یعنی وی را بلندتر نسبت به ژو تلفظ میکنیم به خاطری که زده افتیده است. و همان گونه که میبینیم وظیفه پسوند ام را در زبان روسی در این فعل در شکل شخصی یکم تنها او اجرا کرده است که او از لحاظ وظیفهش برابری امی تاجیکی است. یا ویژو یعنی من میبینم و تو میبینی. میبینیم که وقتی که تو را استفاده میکنیم در زبان تاجیکی فعل با پسوندی ای تمام میشد. میبینی. همشون هم اون پسوندها را به رنگ آبی یا کبود اشاره کرده ایم. و در زبان روسی تو میبینی میشد تی ویدیش. تی یعنی همون تو و ویدیش میبینی. و همون گونه که میبینیم پسوندی شخصی دویومی تنهای فعل در زبان روسی چی بوده است؟ ایش. ایش همون ای در فعلی میبینی تاجیکی است، یعنی هر دوشون یک است وظیفه‌شون. و دیگه در شکل شخصی سیومی تنها ببینیم که فعل چی گونه می شود، چی پسوند را میگیرد. میگوییم که او وی میبیند که پسوند اد متعلق به چی است؟ او و وی است. هر جا که ما او و وی استفاده کردیم فعل را با پسوند اد استفاده میکنیم، یعنی او میبیند. هنگام پیوست شدن با این جانشین ها با پسوند اد فعل استفاده میشد. و در زبان روسی ببینیم او وی در زبان روسی میشد آن انا انا و میبیند ویدیت میشود. ویدیت میشود و ویدیت همان گونه که میبینید با پسوندی چی تمام شده است؟ ای ت. یعنی در زبان روسی وقتی که فعل با جانشین های شخصی سیومی تنها پیوست می شود پسوند چی رو می گیرد؟ ایت رو می گیرد. آن انا انا ویدیت. این هم برابری ایت برابری چی است؟ برابری عادی زبان خودمون است از لحاظ وظیفهش. و حالا فعل ویدیت رو در پیوست با جانشین های شخصی یکم، دویم و سومی جمع میبینیم که ما، شما و آنها هستند. مثلا به تاجیکی میگویم ما میبینیم که در اینجا میبینیم پسوند ام متعلق به ما هست و اگر این را به روسی برگردانیم میشود می ویدیم. می همون ما هست، ویدیم همون میبینیم است. اما در زبان روسی میبینیم که پسوند امی زبان تاجیکی خودمون شکلی چی را گرفته است؟ ایم را، یعنی می ویدیم. و ببینیم که با جانشینی شخصی دومی جمع وقتی که فعل پیوست می شود چگونه شکل را می گیرد. در زبان خودمون خوب جانشینی شخصی دومی جمع شما هست و وقتی که فعل دیدن با اون پیوست می شود می شود شکلش شما می بینید، یعنی پسوندش اد می شود فعل را. وقتی که ما این را به روسی ترجمه میکنیم میگوییم وی ویدیته. خوب در اینجا هم که میبینید وی همون شما هست، ویدیته میبینید میشد. پسوند شخصی دویومی جمع در زبان روسی در فعل
چی بوده است؟ ایت. وی ویدیت. میگیم وی ویدیت یعنی شما میبینید و ایت برابر با همون پسوند ات در فعل زبان تاجیکی است که ما با رنگ آبی اونها را در اینجا برایتان نشان دادیم. و حالا در شخص سوم جمع ببینیم که فعل دیدن چگونه هنگام پیوست شدن با جانشین شخص سوم جمع شکلش تغییر میکند. در تاجیکی میگوییم آنها میبینند. آنها میبینند و پسوند چی است؟ اند است در اینجا وقتی که با شخصی سوم جمع متعلق است. و همین را اگر ترجمه کنیم به زبان روسی میشد انی ویدیت. آنی یا انی تلفظ میشود، البته آنی نوشته میشود، همون آنها است در زبان خودمان و ویدیت میبینند و همان گونه که میبینید در شخصی سوم جمع فعل در زبان روسی در آخرش پسوند چی رو میگیرد است؟ یت رو میگیرد. همان گونه که فعل تاجیکی در آخرش پسوند اند رو میگیرد. چیز دیگری که میخواهم برایتان یادآور شوم این باز همون موضوع زده به هنگام پیوست شدن فعل‌های زبان روسی با جانشین‌های شخصی یکم، دوم و سوم جمع است. همان گونه که در اینجا میبینید شکل فعل دیدن مثلا می ویدیم نمیشود، میشود می ویدیم یعنی زده در هجای اول افتیده است. من زده رو در اون مثال های قبلی هم در این مثال های اینجا هم با یک خدشه اشاره کردم که این خدشه همون هجای است که زده یا تکیه بر بالای آن می افتد و بلندتر تلفظ می شود. می ویدیم، نمیگویم که می ویدیم، یا وی ویدیتی، نمیگویم که وی ویدیتی، یا میگیم که انی ویدیت، نمیگویم که انی ویدیت. یعنی زده در هجای اول در همه این شکل های فعلی افتیده است. این چیز را حتما در یادتون بگیرید و از یاد کنید، به خاطر که وقتی که شما گپ میزنید اگر زده را درست تلفظ کرده نتونید، مثلا جای زده را در کلمه های زبان روسی نادرست بگذارید، خنده آور می نماید برای اون صاحبانی زبان. و برای همین هم اگر بخواهید که شما به صورت درست و صحیح با صاحبان این زبان صحبت کنید، باید زده را حفظ کنید و در یادتون بگیرید و هر وقت که استفاده میکنید درست اون کلمه ها را استفاده کنید. حالا ببینیم که فعل نوشتن یا به روسی پیسایت هنگام پیوست شدن با جانشین های شخصی یکم، دوم و سوم تنها و شخصی یکم، دوم و سوم جمع چگونه تغییر میکند. مثلا در تاجیکی وقتی که می نویسیم میگویم من می نویسم، باز هم گفتم همون پسوند شخصی یکمی تنها که ام است در آخری فعل میاد و در زبان روسی که در زبان روسی میبینیم من می نویسم میشود یا پیشرو، یا پیشرو و در اینجا یا همون من است و پیشرو می نویسم. یعنی او را که من در اینجا با حرف آبی اشاره کردم این هم پسوند امی زبان تاجیکی است که در زبان روسی این گونه مثلا استفاده شده است. و باز هم به موضوع زده در این کلمه به رایتان میخواهم یادآور شوم که زده در هجای دوم آمده است که با خدشه من اشاره کردم. پیشرو، نمیگویم که یا پیشو، میگیم که یا پیشرو، یعنی او با شدت‌تر تلفظ میشد، هجای دوم با شدت‌تر تلفظ میشد. و اگر بگویم که تو می نویسی که در زبان تاجیکی همان گونه که گفتم
پسوند فعل در صورت پیوست شدن با جانشین تو ای می شود. ای یعنی با جانشین تو که جانشین شخصی دومی تنها است، پسوند فعل چی می شود؟ ای می شود. و در زبان روسی اگر ترجمه کنیم می شود تی پیشش. در اینجا تی همون تو هست و پیشش می نویسی است. و ی، ش و مهک زنک در زبان روسی پسوند شخصی دومی تنهای فعل است که همون مرادف ای زبان تاجیکی است. اینجا اگر ببینید اینجا یا پیشرو شد تلفظش، بازم میخواهم توجه بکنید به زده یا تکیه یا اودارینی در این کلمه ها. در اینجا گفتیم یا پیشرو، زده یا تکیه یا اودارینی در هجای دوم روی او افتید و به همین خاطر پیشرو یعنی او بر شدت‌تر تلفظ می شود. اما در این جمله وقتی که یعنی فعل با جانشین شخصی دومی تنهای تی پیوست می شود، فعل پیسید می شود تی پیشش و زده اینجا روی چی افتیده است؟ روی هجای اول افتیده است. پیشش، نمیگیم که تی پیشش، میگیم تی پیشش، یعنی زده در هجای پی افتاده است. و اگر فعلی نوشتن با جانشین شخصی سومی تنها که او و وی است پیوست شود، در زبان خودمان می شود می نویسد، او وی می نویسد و پسوندش چی است؟ اد می شود. پسوند فعل که متعلق با جانشین های او و وی است. و همین چیز در زبان روسی می شود اون، انا، انو، پیشت. این اون، انا همون جانشین های شخصی سومی تنها هستند که همون او و وی هستند و فعل می شود پیشت یعنی می نویسد. اینجا هم ی و ت پسوندی فعل است که متعلق به جانشین های شخصی سومی تنها است. اما اینجا هم که ببینید زده باز در هجای اول افتیده است یعنی پی. نمیگویم که اون، انا، انو، پیشت، میگویم که اون، انا، انو، پیشت، پیشت. و این چیز را باز خواهش میکنم در یادتون نگه بدارید. و در شکل جمع میبینیم که فعل نوشتن چخیل میشود. میگویم وقتی که با جانشین شخصی اولی جمع ما پیوست میشود، فعل نوشتن در زبان خودمان میشود ما می نویسیم. حتما باید وقتی که ما رو استفاده میکنیم پسوند دی فعل چی باشد؟ ام. و همین رو در زبان روسی ما وقتی که ترجمه کنیم میشود می پیشم. می همون ما هست، پیشم می نویسیم. و اینجا همون پسوند امی زبان تاجیکی در اینجا هم ام است، یعنی تصادفاً اینها به هم صدا شدن، اگر اینها هیچ ربطی به هم دیگر ندارن. و اینجا در زبان روسی در شکل شخصی یکمی جمع فعل پسوندی چی میگرفته است؟ ام رو میگرفته است. اینجا هم باز ببینیم می پیشم نمیگوییم، می پیشم بازم زده در هجای اول افتیده است. و اینجا وقتی که با شخصی دومی جمع یعنی شما فعل نوشتن پیوست می شود، ما میگوییم شما می نویسید، یعنی پسوند اد متعلق به جانشین شما است. و اینجا هم وقتی که به روسی برگردان میکنیم میشود وی پیشیته که وی همون شما هست، پیشیته می نویسید. و پسوند ایته که در فعل روسی آمده است همون مرادف یا برابر وظیفه پسوند ادی تاجیکی است. و اینجا هم بازم فراموش نکنید که
зада дар ҳиҷои аввал афтидааст. вӣ пишите ё бо онҳо агар феъли навиштанро мо дар забони худамон бинем, мешавад онҳо менависанд. пасванд ан мешавад ва дар забони русӣ агар инро тарҷума кунем мешавад они пишуд. ани ҳамун онҳо аст, пишуд менависанд. пасванди шахси сеюми ҷамъ дар инҷо чӣ шудааст? уд, ки баробари ҳамин анди забони тоҷикии худмон аст. хуб дӯстони азиз, умедворам ки ин дарс бароятон хуш омада бошад ва агар хушатон омада бошад ин дарс, пайванди он ё силкаи онро ба дӯстонатон бифиристед ва барояшон тавсия бикунед ки аз ин дарсҳои мо баҳраманд шаванд. то дарсҳои баъдӣ дар паноҳи худованд муваффақ бошед.